به نام خدا ادامه حل تمرین‌های صفحه 18 درس آمار احتمال. تو تمرین شماره 7 از ما خواسته که فقط جدول ارزش‌ها رو رسم کنیم. چیز دیگه‌ای نخواسته. تو قسمت الف اول میشماریم چند تا گزاره داریم؟ 1 2. پس 4 حالت هست. چون میشه 2 به توان 2 4 حالته. پس ما دونه دونه گزاره ها رو اینجا جایگذاری می‌کنیم. 2 تا گزاره داریم. بعد اینجا نقیض کیو رو داریم و بعدش پ و نقیض کیو رو داریم. به ترتیب اینا رو توی جدولتون هرچی که داریم میچینید. پس 4 حالته شد، 2 تا درست. همینجوری حالا یکی در میون مینویسین. نقیض کیو رو تو ستون کیو هرچی هست برعکسش کنید. حالا پ و نقیض کیو یعنی اینو باید بگیرید با این. اشتباه نکنید. چون ترکیب عطفیه باید هر دو درست باشن که درست باشه. پس توی یه حالت درست در اومد، اون حالتی بود که هر دو درست بودن، ولی تو حالتهای دیگه همشون نادرست در میان. تو قسمت ب قبل از اینکه شما جدول ارزشش رو رسم کنید میتونید یه پیش بینی کنید. این اولا که یه حالت دارین چون فقط یه گزاره است، گزاره پی هستش. پی و نقیض پی. ثانیاً شما قبل از اینکه اصلا جدولش رو رسم کنید میتونید اینو بگید ارزشش چیه. این ارزشش همیشه غلطه. دلیلش چیه؟ به خاطر ترکیب عطفی بودن اینجاست. الان ما جدولش هم رسم میکنیم ببینید به چه راحتی میشه گفت. ببینید اولا چون یه گزاره داریم 2 حالت هست، یه بار پی یه بار نقیض پی یه بارم کلش. درست نادرست نقیضش برعکس میشه. خب چون ترکیب عطفیه اینا هم نادرست میشن. دیدید که ستون نقیض پ و پ کلا نادرست در اومد. حالا بریم قسمت پ را حل کنیم. توی این قسمت هم میتونید پیش بینی کنید. اینجا ارزشش همیشه درسته چون نقیض پی یا پیه یعنی خودش یا نقیضش. بالاخره یک کدومش درست میشه دیگه. پ نقیض پ نقیض پ یا پ. خب این میشه درست. چون که فقط یه مدل گذاره داریم 2 حالته میشه. دیدی که ستونش کلا 2 حالته در اومد. تو قسمت ت هرچی که داریم پی داریم کیو داریم نقیض پ داریم پ یا کیو داریم و کلش رو حالا این دفعه می نویسیم. چون 4 حالت است حالا نقیض پ رو برعکس میکنید. ستون پ هرچی هست برعکس میکنید. پ یا کیو رو در نظر بگیرین چون ترکیب فصلیه فقط آخریه نادرست میشه. حالا اینجا شما باید پ یا کیو رو با نقیض پ ترکیب عطفیش کنید. پ یا کیو که اینه نقیض پ هم اینه. این دوتا رو ترکیب عطفیش کنید. نادرست با درست نادرست و درست میشه نادرست نادرست درست نادرست. اینجا 2 تا گزاره داریم پس 4 حالته میشه. یه بار پ یا کیو رو میذارید. یه بارم ترکیب 2 شرطیش رو میذارید. پ یا کیو ترکیب 2 شرطی با کیو. خب این درست میذارید اینا رو. حالا ترکیب فصلیش میکنید یعنی یا داره. خب تو ترکیب 2 شرطی اگه یادتون باشه من گفته بودم چی؟ گفته بودم زمانی درست هستش که یا هر دو نادرست باشه یا هر دو درست باشه. در غیر این صورت نادرست میشه. پس الان شما اینو باید بگیرید با کیو رو. خب این درسته نادرست درست درست.
اینم از جدول ارزشیش. اینجا هم 2 گزاره داریم تو تمرین جی. پ کیو یه بار نقیض پ، یه بار ترکیب دو شرطیش با کیو. خب میذاریم نقیض پ را ستون پ را برعکس میکنیم. حالا ترکیب دو شرطی چی با چی؟ ترکیب دو شرطی این نقیض پ با کیو باید هر دو یا نادرست باشن یا هر دو باید درست باشن که درست در بیاد. در غیر این صورت نادرست میشه. با استفاده از جدول سوال 8. سوال 8 فرقش با سوال 7 چیه؟ سوال 7 فقط از جدول ارزشی خواسته بود. سوال 8 اثباتیه. یعنی هم ارزی داده. ببین اینجا هم ارزیه. یعنی که ما باید ثابت کنیم که ارزش سمت چپ با ارزش سمت راست یکسانه. ببینید اینجا باید ثابت کنیم ارزش سمت چپ با ارزش سمت راست یکسانه. این اثباتیه رو چجوری حل میکنیم؟ اینا رو میگیم جدول رسم میکنیم. یه بار توی یه جدول سمت راست و تو همون جدول سمت چپ هم باید باشه. بعد در دست آخر این ستون مربوط به سمت چپ با ستون مربوط به سمت راست باید یکی باشه. پس همه رو توی یه جدول رسم میکنیم. اینجا چون کلا یه گزاره داریم تو الف، پس دو حالت میشه درست نادرست. خب حالا توی اینجا پ نتیجه میدهد پ رو میگه ثابت کنید که ارزشش همیشه درسته. بریم ببینیم هست یا نه. پ نتیجه میدهد پ رو اینجا توی این ستون دارم میگم. ببین اینجا داریم میگیم که پ درسته. اگه درست باشه آیا از درست رو میتونیم نتیجه بگیریم؟ بله، پس میشه درست. حالا این سری پ فرض کنید نادرسته. پس پ نادرسته. پس از نادرست به نادرست میتونیم نتیجه بگیریم؟ بله درسته. ببینید ستونش کلا ارزشش درست شد. ارزشش تی شد. کلا من اگه بخوام اینجا نکته این سوال در بیارم، همیشه از یه گزاره میتونیم خودش رو نتیجه بگیریم. یعنی این ارزشش همیشه درسته. حالا اینو بخوایم توی به زبان محاوره در بیاریم مثل خنده‌دار میشه. مثلا اینجوری اگر امروز بارون بیاید در نتیجه امروز بارون میآید. مثلا حالا یه خنده‌داری شد. ولی خب منطق ریاضی میگه که از یه گزاره خودش رو میتونیم نتیجه بگیریم. مثلا اگر عدد 2 زوج باشد آنگاه عدد 2 زوج است. حالا یه چیز میگم خیلی با معنی عذاب در نمیاد. توی اینجا سمت چپ کلا یه گزاره داریم. پس دو حالت هست پی درست نادرست. میگه که اگر ترکیب فصلیش کنید با F یعنی اینکه نادرست دیگه. میگه که ارزشش باید با خود با خود P برابر باشه. ما میتونیم اینجا F رو بذاریم مثلا همه رو نادرست کنیم چون ستون مربوط به F نادرسته دیگه. خود F اصلا نادرسته. بعد حالا ترکیب فصلیش کنید. درست یا نادرست میشه چی؟ درست. اینجا ببینید این ستون مربوط به P یا F با ستون مربوط به P یکیه. پس اثبات شد. اینجا میگه پی رو برو با خود تی ترکیب عطفیش کن. تی یعنی همیشه درست دیگه. کلا هم یه گزاره داریم. پی رو میذاریم درست نادرست. میتونیم تی رو اینجا بذاریم همه رو درست بذاریم براش. میگه ثابت کن که هم ارز با خود پی هست. خب الان تو این ستون باید پی و تی رو بذاریم. ترکیب عطفی دوتاشون میشه این میشه درست این میشه نادرست. خب آیا این ستون با این ستون یکی هست یا نه؟ بله درسته. پس اینجا سمت راست با سمت چپ یکی شد. هر وقت این اثباتی یکی نشد یا شما غلط حل کردین یا صورت مسئله اشتباهه. اینجا گزاره ها رو بشمارید. تو قسمت ت 2 مدل گزاره داریم. پس 4 حالته میشه. 4 حالت رو میذاریم. خب حالا دونه دونه شروع میکنیم. هر چی که هست رو میذاریم. اول نقیض کیو رو بذاریم. بعد پ آنگاه کیو رو بذاریم.
منظورم اینه. بعد نقیضش رو بذاریم. این مرحله رو بعضی از بچه یادشون میره. حالا نقیضش پرانتز نقیض پرانتز پ آنگاه کیو. یادتون نره این. بعد چیکار کنید؟ حالا پ و نقیض کیو رو بذارید. پ و نقیض کیو. دست آخر باید این ستون با این ستون یکی در بیاد، چون این سمت راسته و اینم سمت چپه. یعنی باید این دوتا ستون یکی در بیاد. اگه یکی در نیاد یعنی اینکه ما یه جایی رو اشتباه کردیم. نقیض کیو رو می‌نویسیم. پ آنگاه کیو. از پ باید بریم به کیو. خب از درست به درست میشه، از درست به نادرست نمیشه، از نادرست به درست میشه، از نادرست به نادرست هم میشه. حالا توی این ستون نقیض ستون قبلی رو بنویسین. نادرست، درست، نادرست، نادرست. حالا بریم اینجا. اینجا میگه برو پی رو با نقیض کیو ترکیب عطفیش کن. پی رو پیدا میکنیم یعنی این با نقیض کیو. با این دوتا رو با هم ترکیب عطفیش کنید. تو ردیف اول درست و نادرست نادرست، درست و درست درست، نادرست و نادرست نادرست و ردیف آخرم نادرست. نگاه کنید الان این دوتا ستون دقیقاً عین هم در اومد. پس یعنی مسئله اثبات شد. اینجا دوتا گزاره داریم. سریع گزاره ها رو می نویسیم و بعد نقیض که اصلا نداریم. اینجا اول این پرانتز بذارید کیو یا پی، بعد تو ردیف بعدی کلش رو بذارین پ و پرانتز. یه مرحله به مرحله باید پیش بریم. خب اینجا شروع میکنیم کیو یا پی، پس باید ترکیب فصلی کنیم. یا داره درست 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 نادرست. اینجا باید پی رو یعنی پی رو با کیو یا پ ترکیب عطفیش کنیم. پس درست و درست میشه درست، درست و درست میشه درست، نادرست و درست میشه نادرست، نادرست و نادرست میشه نادرست. خب حالا بعد چی با چی مقایسه کنیم؟ باید اینو یعنی سمت چپ که اینه، سمت راست پیه. یعنی این دوتا ستون باید عین هم بشن. برید ببینید عین هم شده یا نه. که میبینیم دقیقا مثل همه. پس اثبات شد. قسمت چه؟ ببین اینجا گزاره ها رو بشمارید. 1 2 3 تا گزاره داریم. 2 به توان 3 میشه 8. 8 حالت هست اینجا، حواستون باشه. 3 تا گزاره رو می نویسیم. تو 8 حالت اول 4 تا درست میذارید، بعد 4 تا نادرست. حالا تو ردیف بعدی 2 تا درست 2 تا نادرست. همینطوری پیش میریم. تو ردیف بعدی دیگه یکی در میونه. اگه از این تکنیک برید دیگه همه 8 حالت رو میتونید بنویسید و جا نمیندازید دیگه. حالا شروع میکنید. اول پرانتزا رو اینجا منظور میکنید. یعنی اول کیو نتیجه میدهد آر. حالا میتونید الان این کلش رو بنویسین. پ نتیجه میدهد این پرانتز کیو نتیجه میدهد آر. حالا این سری پ و کیو رو بذارید مرحله به مرحله. سری بعد پ و کیو نتیجه میدهد آر. دیگه الان همه چی رو نوشتیم، هیچی رو از قلم ننداختیم. این طریقه نوشتنش از خود مسئلهش مهمتره ولی بقیهش که کاری نداره. کیو نتیجه میدهد آر یعنی از این باید برسیم به این. از درست به درست میشه، از درست به نادرست نمیشه، نادرست به درست میشه، اینم میشه، این نمیشه از درست به نادرست، این میشه و اینم میشه. خب حالا این دفعه باید چیکار کنیم؟ این دفعه باید از پی بریم به این. این چیه؟ اینو قبلا محاسبه کردیم. یعنی اگه من بخوام اینجا علامت گذاری کنم از پی باید برسیم به این. یعنی باید نتیجه بده. ترکیب شرطیه. خب از درست به درست میشه؟ بله. از درست به نادرست نمیشه، از درست به درست میشه. همینا رو اعمال کنید.
از نادرست به درست میشه، اینم میشه. از نادرست به درست میشه، اینم همه رو میشه. بریم حالا بعدی. پ و کیو. پ و کیو رو یعنی این دوتا ترکیب عطفیش کنید. درست، درست، نادرست، نادرست، نادرست. خب همه نادرست شد، فقط دوتای اول. حالا باید از این به این برسین، یعنی ترکیب شرطیه. بیایم اینجا علامت گذاری کنیم. این علامت گذاری باعث میشه که شما خطای چشمی نداشته باشین. یعنی از اول از این باید برید به آر به این. خب تو ترکیب شرطی ترتیب خیلی مهمه که از چی به چی میریم دیگه. یعنی از اینجا ببینید به عنوان مثال از درست به درست میشه، بله. از درست به نادرست میشه، خیر. از نادرست به درست میشه. از نادرست به نادرستم میشه. از نادرست به درست، درست. همینجوری میریم، درست. از نادرست به درست، درست و درست. الان نگاه کنید، حالا باید بریم ببینیم چه ستونایی با هم مقایسه باید بکنیم. اینو سمت چپ باید با سمت راست یکی باشه دیگه. یعنی شما باید این ستون رو مقایسه کنید با این ستون. ببینید دقیقاً عین هم در اومد. آخری اول گزاره ها رو میشمارید. چند مدل گزاره داره؟ یه پ داره، یه کیو. پس دو گزاره ایه. پس 4 حالته میشه. 2 تا درست، 2 تا نادرست. اینا هم که یکی در میون. خب بریم مرحله به مرحله. اول اینو بنویسین، یعنی ترکیب دو شرطی پ و کیو. بعد نقیضش رو بذارین، ترکیب دو شرطیش، نقیضش. بعد حالا بیاید این ور، حالا نقیض پ رو یادمون رفت بذاریم. عیب نداره، نقیض پ رو تو این ستون میذاریم. بعدش نقیض پ ترکیب دو شرطیش با کیو. حالا بریم. اینجا باید پ با کیو رو ترکیب دو شرطی کنیم. ترکیب دو شرطی اگه یادتون باشه تنها در حالتی درست بود که هر دو یا درستن یا هر دو نادرست. در غیر این صورت نادرست میشه. حالا نقیضش رو برعکس، ستون قبلی رو برعکس میکنیم. نقیض پ ستون پ رو برعکس کنید. حالا اینجا باید ترکیب دو شرطی بزنید. نقیض پ با کیو، یعنی این ستون با این ستون ترکیب دو شرطی کنید. این میشه نادرست، درست، درست و نادرست. حالا این ستون باید با این ستون مقایسه بشه که درسته، عین هم میمونن، پس اثبات شد. این سوال 9 شبیه همون سوالیه که من توی مثال ضمن درس برای شما انجام دادم. مثال درس این بود ثابت کنید اگر n عددی صحیح باشه و حالا اونجا فکر می‌کنم طبیعی بود و n2 مضرب اونجا بود n2 فرد باشد، آنگاه n نیز فرد است. اینجا با مضرب 3 گفته، یعنی تکنیک همون تکنیکه. حالا توی سوالای اضافه من ممکنه به شما بدم، مثلا اینجا مضرب 3 من ممکنه توی سوال اضافه بدم مضرب 5، مثلا مضرب 7. اولا که قبل از اینکه من برم سراغ حل این مسئله، صورت مسئله رو به عنوان نکته باید یادتون باشه. همیشه اگر مجذور عددی یعنی n2 مضرب یه عدد دیگه ای بود، حتما جذر مثبت اون عدد هم مضرب اون عدد هست. به عنوان مثال 25 مضرب 5. جذرش که 5 باشه باز 5 هم مضرب جذر، یعنی اینجا بنویسیم جذرش بازم مضرب 5 هست. بریم عکس نقیضش رو ثابت کنیم. پس از تکنیک عکس نقیض میریم. عکس نقیض یعنی اینکه اولا جمله ها باید جابجا بشه، ثانیا نقیض هم بشه، یعنی نفی هم بشه. خب اینا رو ما چجوری جابجا کنیم؟ اینطوری میگیم اگر n مضرب 3 نباشد، آنگاه
N2 نیز مضرب 3 نیست. پس اینو ببینید من بارها تکرار میکنم، هم باید جابجا بشن هم باید نفی بشن. این دوتا کار رو باید با هم انجام بدیم و الا دیگه عکس نقیض نیست. خب الان اینجا فرض ما n مضرب 3 نیست، این فرض ماست. حکم ما اینه که باید ثابت کنیم که n2 مضرب 3 نیست. همیشه فرض و حکم رو بنویسیم. این توی نوشتن ثابت کردن قضیه‌هاتون به شما خیلی کمک میکنه. فرض، حکم، n مضرب 3 نیست. n2 مضرب 3 نیست. خب نگاه کنید وقتی میگیم n مضرب 3 نیست یعنی چی؟ ما بیشتر روش فکر کنیم. وقتی ما میگیم که n مضرب 3 نیست یعنی n رو رفتیم تقسیم بر 3 کردیم، اینجا برای ما باقی مونده آورده. حالا اگه من مثلا اینجا فرض کنید خارج قسمت کا بذارم، باقی موندارم آر بذارم. چون اگر به 3 بخش پذیر بود باقی موندمون دیگه آر نمیشد، 0 میشد دیگه، پس بخش پذیر نیست. این تقسیم رو بیاید به صورت خطی بنویسید. یادتون میاد تو دبستان می نوشتین میگفتیم تقسیم رو میخوایم امتحان کنیم، n مساوی با این ضرب در این 3 ضرب در کا به علاوه آر، یعنی n مساوی با 3 کای به علاوه آر. حالا یه سوال، این آر چه اعدادی میتونه باشه؟ چون اینجا مقسوم علیهمون 3 هست، آر باید کمتر از 3 باشه، یعنی این آر یا 1 یا 2. حالا من بهتر بنویسم آر مساوی با 1 یا 2. غیر از اینا نمیتونه باشه، قبول دارین؟ خب حالا که قرار شد n به 3 بخش پذیر نباشه، پس n رو میتونیم بنویسیم 3k به اضافه r. اما اگر n به 3 بخش پذیر بود n فقط می نوشتیم 3k، چون باقی مانده 0 میشد دیگه. حالا بیاید اینجا این n رو که به این صورت در آوردیم طرفین به توان 2 برسونیم. چرا طرفین به توان 2 میرسونیم؟ چون تو حکممون n2 داریم. ببینید n به توان 2 به توان 2 میرسونیم. سمت راست پرانتز اتحاد اوله، میشه جمله اول به توان 2 به علاوه 2 برابر اولی در دومی میشه 6k r به علاوه دومی به توان 2. حالا n2 رو می نویسیم چی؟ می نویسیم بیایم از این دوتا جمله از 3 فاکتور بگیریم. قبول دارید یا نه؟ میشه انجام داد یا نه؟ از 3 که فاکتور بگیریم از این 3k2 میمونه، از این 2k r میمونه به علاوه r2. حالا نگاه کنید ببینید من n به توان 2 رو در آوردم مضربی از 3 به علاوه یه عددی. یعنی فرض کنید که من اینو مساوی چی میگیرم؟ k'. پس n2 در اومده n2 مساوی شده با 3k' به علاوه r2. r به توان 2 هم چون r رو ما میدونیم که قبلا یا 1 بوده یا 2 بوده، به توان 2 برسه r2 میشه چی؟ r2 به توان 2 برسه بازم یا 1 یا 4 دیگه، غیر از اینا که نیست. الان من n2 رو تونستم به صورت مضربی از 3 بنویسم به علاوه یه باقی مانده ای. پس معلوم شد که n2 هم مضرب 3 نیست. چون اگه مضرب 3 بود دقیقاً چی در می اومد؟ در می اومد 3k'، نه 3k' به علاوه یه عددی. پس به حکم مسئله رسیدیم. به این تکنیک میگن تکنیک عکس نقیض. البته این مسئله از راه مستقیم هم اثبات میشه ها. اثباتش هم خیلی سخت نیست، آسونه. منتها چون کتاب این مسئله رو تو این قسمت آورده، منظورش این بوده که تو از تکنیک عکس نقیض برو. بعدی تمرین شماره 10 هستش که ما اینا رو خیلی سریع حل میشه. گزاره‌های زیر با استفاده از این. ببینید این تو این تمرین 10 گفته جمله‌های فارسی رو به ریاضی در بیارید. هر که علامتش ما میدونیم چی هست، هر عدد طبیعی یعنی هر xی که متعلق به n.
زوج یا فرد است. حالا من اینجا روبروش می‌نویسم که شما خوب متوجه بشین. هر ایکسی که متعلق به n زوج یا فرده، یعنی میتونیم بگیم که x مساویه با 2k یا x مساوی است با 2k منهای 1 که k متعلق به عدد طبیعیه. برای بعضی از مقادیر a در مجموع اعداد حسابی داریم این. خب برای بعضی پس صور وجودیه. بعضی از مقادیر آ یعنی وجود دارد یه آی تو اعداد حسابی با W نمایش میدن 0 1 2 3 4 الی آخر. داریم 2 نقطه یا ویرگول A2 کوچکتر از 0. این مسئله گفته ارزشش هم بگید چیه. خب تو الف ارزشش بخوایم بگیم میگه هر عدد طبیعی یا زوج یا فرده. درسته. این بالاخره هر عدد طبیعی دو حالت بیشتر نداره، یا زوج یا فرده، پس ارزش این درسته. تی میذاریم. اینجا میگه برای بعضی از اعداد توی مجموعه حسابی W رو اینجا بنویسم چیه 0 1 2 الی آخر. خب این میگه که وجود داره یه عددی که اگه به توان 2 برسونیمش کوچکتر از 0 بشه. شما هیچ عددی پیدا نمی‌کنید تو هم، حتی 0 هم بذارید کوچکتر از 0 نمیشه، مگر اینکه اینجا مساوی داشت که مساوی نداره. پس حتی یه دونه مثال هم نتونستید براش پیدا کنید. اینا ارزشش رو میذارید F. ببین برای سورهای وجودی یه دونه جوابم به دست بیاد کافیه، ولی خب همون یه دونه رو پیدا نکردید. همه اعداد اول فردن، پس هر عددی که عضو پیه پی عدد اوله. خب اون اعداد فردن، یعنی x رو میتونیم به صورت 2k منهای 1 بنویسیم. اینم غلطه، چون اولا سور عمومی آورده، سور وجودی نیاورده. تو سور عمومی یه مثال نقضم بزنید مسئله رد میشه. اینجا x اگر به x بدید 2 فرد نیست، این مثال نقضه. یادتون باشه تو سورهای عمومی با یک مثال با یک مورد میتونید نقضش کنید، تو سورهای وجودی با یک مثال میتونید ثابتش کنید، چون سور وجودیه. عدد صحیح مثبتی وجود دارد، پس اینجا سور وجودی میذاریم. عدد صحیح مثبتی وجود دارد. صحیح مثبت میشه همون اعداد طبیعی. اعداد صحیح مثبتی وجود دارد مانند x، به طوری که این. خب این سور وجودیه. هر وقت به شما نامعادله دادن شما نامعادله رو حل کنید. نامعادله حل کردن که بلدین، میشه منهای 2x بزرگتر از 4. طرفین رو میتونیم در یه منفی ضرب کنیم، جهت برمیگرده. بعد x میشه کوچکتر از -2. خب الان من در آوردم تمام x کوچکتر از -2. اینجا داره میگه عدد صحیح مثبتی وجود دارد. خب این جور در نمیاد دیگه. این میگه x ها باید کوچکتر از -2 باشن، این میگه باید مثبت باشه. هیچ عدد هیچ موردی پیدا نشد، پس این ارزشش f. خب اینم از این. بعدی به ازای حاصل جمع هر عدد حقیقی ناصف با معکوسش بزرگتر یا مساوی 2 است. اینجا سور چیز هست، سور عمومی. به ازای هر ایکسی که متعلق به n، ببخشید به r عدد حقیقی به r هست، اگر خودش رو با معکوسش جمع بزنیم بزرگتر مساوی 2. چون اینجا سور عمومی به وجود آورده خطرناکه، ممکنه درست نباشه. شما ببینید میتونید مثلا نقص پیدا کنید. یا همین الان من یه دونه پیدا کردم x مساوی -1. x مساوی -1 جای گذاری کنید میشه -2 کلا. آیا -2 بزرگتر از 2 هست؟ خیر، این غلطه. پس این مثال نقضه. به ازای بعضی از مقادیر حقیقی داریم، پس اینجا سور وجودیه. وجود دارد x متعلق به r که x به توان 3 مساوی است با x. چون سور وجودیه ممکنه که درست تضاد در بیاد. بریم ببینیم آیا میتونید
حتی یه مثال پیدا کنه. اگه یه دونه مثالم پیدا کنید به جواب مسئله میرسیم. بیا همین الان به x بدید 1 درست در میاد دیگه، درسته؟ پس چون سورمون هم وجودیه با یه مورد اثبات میشه، پس این میشه درست. خب این میگه که دامنه متغیر ما اینه. اولا اینا به صورت x هم متعلق به زده، پس دامنمون میشه چی؟ آمون مساوی است با 0 1 2 3 4 5. خب 5 هم میذاریم. ارزش گزاره ها رو از ما میخواد. چون گزاره ها سوریه، این سورها خیلی مهمن. شما با استفاده از سورها میتونید ارزشش رو تعیین کنید. اینجا سور وجودیه. خب اولا این معادله رو حل کنید. این معادله رو حل کنید 4 میره اون ور میشه -4 با 10 جمع میشه مثبت 6. آیا اینجا میگه ایکسی وجود داره تو آ که این معادله برقرار بشه. ایکس ما 6 در آوردیم. آیا 6 تو آ هست؟ خیر. ارزش این افه. قسمت ب، اولا یعنی تمام اعضای دامنه متغیر باید تو این نامعادله صدق کنن، همشون. یعنی هر 6 تا عضوش باید صدق کنه. 0 1 2 3 4 5. ببینیم همش صدق میکنه. اولا نامعادله رو حل میکنیم. x به علاوه 2 کوچکتر مساوی 9 حلش کنیم میشه x کوچکتر مساوی 7. خب این میگه x ها کوچکتر مساوی 7 آیا اعضای مجموعه آ توی اینجا صدق میکنه یا نه؟ صدق میکنه، چون تمام اعضای مجموعه آ کوچکتر از 7. پس این درسته. خودش داره میگه تمام اعضای آیا کوچکتر از مساوی 7 هستن، پس داره درست میگه. ارزشش رو میذاریم تی. بعدی قسمت پ، وجود دارد یه عضوی از آ که این نامعادله رو حل میکنیم. 3 رو میفرستیم اونور منفی میشه x کوچکتر مساوی 1. خب میگه یه عضوی از آ وجود داره که کوچکتر مساوی 1. داره درست میگه. ما آ 0 و 1 رو میتونیم کوچکتر مساوی 1 هست. پس این هم درسته چون سورش وجودیه. پس تی میذاریم. اینجا میگه همه اعضای مجموعه آ باید تو این نامعادله صدق کنن. ما اولا این نامعادله رو حل میکنیم. 1 میره اونور میشه x بزرگتر مساوی 5. آیا تمام اعضای آ بزرگتر مساوی 5؟ نه، اتفاقا کوچکتر مساوی 5. این غلطه. پس میگیم غلط. سوال 12 جزء سوالای پرتکرار امتحانه. منتها سوالای امتحان یه خورده شاید از اینم پیچیده تر باشه. الف رو نگاه کنید. ببین اگر من این الف رو به شما بدم به راحتی میاد میگید خب ما صورت رو تجزیه میکنیم. صورت رو تجزیه کنیم میشه چی؟ من اینجا می نویسم. میشه اتحاد مزدوج دیگه. میشه x منهای 1 در x به علاوه 1 تقسیم بر x منهای 1. بعد میگید که خب این پرانتز با این پرانتز میره، جواب میشه x به علاوه 1. خب اینم همین راه رفته دیگه. راه حلش درسته. اما من ادعا میکنم که ارزش این گزاره F غلطه. چرا با این حال که راه حلمون درست بود ارزشش غلط میشه؟ به خاطر این سور عمومیه. بیا ما پارسال که میومدیم این عمل ساده سازی رو انجام میدادیم، حالا شاید به زبان نمی آوردیم ولی ادعامون این بود که ما اینو تو دامنش داریم انجام میدیم. دامنش چیه؟ دامنه این میشه آرمنه ریشه مخرجی، یعنی آرمنهای 1. یعنی به ازای x های مخالف 1 ما داریم این کار، اجازه داریم این کار انجام بدیم. خب اما در صورتی که اینا رو تو دفترتون یادداشت کنید، حالا من پاک میکنم به خاطر کمبود جاست. این در صورتی که اینجا داریم که به ازای هر x که متعلق به آره، مگه میشه؟ این خیلی جسارت بزرگیه، جرأت زیادی کرده این حرف زده. برای همین ما ارزشش رو نادرست میگیریم. پس مثال نقضش هم اینجا، مثال نقضش 1. چون 1 بذاریم
مخرج صفر میکنه و مخرج صفر تو ریاضی بی معنیه. قسمت ب، اینجا سور عمومیه، اینم خطرناکه دیگه، باید به ازای تمام مقادیر درست باشه. بریم ببینیم میتونیم مثلا نقض براش پیدا کنیم. ببین همین الان به جای n 3 بذاری میشه 2 به توان 3 میشه 8، 8 به علاوه 1 میشه 9، 9 آیا اوله؟ این عدد اوله، 9 که اول نیست، به 3 بخش پذیره. پس اینم غلط. F مثال نقضش n مساوی با 3. مثال نقض دیگه میتونید بذاریم غیر از 3. قسمت پ، اینجا هم هره، یعنی سور عمومیه، مثال نقض بزنید رد میشه مسئله. آیا میتونیم بزنیم مثال نقض؟ اینجا به x منفی 2 بدید مثلا میشه منهای 2 منهای 1 تقسیم بر منفی 2. خب این منفی در این منفی ضرب میشه، میشه منهای، من پاک کنم دوباره بنویسم، میشه منهای 2 به علاوه 1 دوم. آیا کوچکتر مساوی منفی 2 هست؟ نه خیر. منهای 2 به علاوه مثبت 1 دوم میشه منفی 1 و نیم. منفی 1 و نیم از منفی 2 کوچکتر نیست، این غلطه. پس این مثال نقضه. پس ارزش اینم F میشه. اینجا سور وجودیه. خب اولا این معادله رو حل کنیم. y منهای 3 تقسیم بر 5 مساوی با 0. از اینجا طرفین ضرب در 5 بشه میشه y منهای 3 مساوی با 0. y در میاد 3. شما فقط یه جواب به دست آوردید. اما چون سور وجودیه یه جواب هم به دست بیاد کافیه. پس ارزش این میشه درست.